سلام. تو این اپیزود میخوام در مورد جنگ و نبرد در زندگی صحبت بکنم. موضوعی که در 2 اپیزود قبلی هم در موردش صحبت کرده بودم، ولی با توجه به شرایطی که امروز درگیرش هستیم به این نتیجه رسیدم که خوب چند اپیزود رو اصلا اختصاص بدم به این موضوع. این موضوع از اونجایی برام اهمیت پیدا کرد که متوجه شدم که ما جنگیدن رو بلد نیستیم. البته از کجا اینو متوجه شدم؟ بعد از اینکه دوباره کتابی رو که امروز میخوام در موردش باتون صحبت بکنم و مطالعه کردم. خیلی عمیق‌تر، مقالاتی که در مورد این کتاب نوشته شده بود، نظراتی که در مورد این کتاب بود، و بعد فکر کردم که واقعا اگر ما جنگیدن رو بلد بودیم شاید لازم نبود انقدر به جنگیم. و هر وقت هم که صحبت از جنگیدن میشه ما فکر میکنیم که خب یا یه کار خیلی تخصصیه که حتما مردان جنگی باید این هنر رو داشته باشن، و یا نهایتش اینه که ما بریم یه ورزش رزمی ثبت نام بکنیم و چند تا فن رزمی یاد بگیریم که اگر یه جایی گیر افتادیم بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. اما هیچ وقت هیچ کس در مورد مفهوم واقعی جنگ با ما صحبت نکرد، در مورد اینکه اصلا ما برای چی می جنگیم. این هم یکی دیگه از موضوعاتی بود که بیشتر منو به خودش مشغول کرد. خب طبیعیه که ما می جنگیم به خاطر اینکه یه حقی رو که فکر میکنیم ازمون ضایع شده به دست بیاریم، یا سر چیزی می جنگیم که فکر میکنیم که حقمونه و باید اونو به دست بیاریم. یعنی یا حقمون ضایع شده، یعنی کسی میاد و حقی رو از ما میگیره، یا نه فکر میکنیم که یه چیز حقمونه و حالا باید مبارزه بکنیم و اونو به دست بیاریم. در بیشتر سالهای عمرمون شاید ما در مورد این مسئله میشنویم، صحبت میکنیم، از زمانی که پیچ رادیو رو باز میکنیم یا تلویزیون رو روشن میکنیم، تو اخبار در مورد این مسئله میبینیم و میشنویم، ولی هیچ وقت به طور واقعی نمیریم دنبال این قضیه و فکر نمی کنیم که شاید مهارتی باشه که ما باید اون مهارت رو به دست بیاریم. به همین خاطر من فکر کردم که لازمه برای یک بارم که شده در یک جایی ما به طور تخصصی به این موضوع بپردازیم. کتابی که بهش اشاره کردم و امروز و در چند اپیزود بعدی میخوام در موردش به طور مفصل باهاتون صحبت بکنم، کتابیه که اگرچه برای جنگ نوشته شده و هنر رزم رو به شما آموزش میده، اما در بزرگترین و معتبرترین دانشکده‌های بیزینس و اقتصاد دنیا امروز تدریس میشه. اگرچه به موازات اون در بعضی از کشورها ژنرال‌های عالی رتبه ارتش هم باید این کتاب رو فرا بگیرن و از آموزه‌های اون استفاده بکنن، اما یک موضوع بسیار مهم در بحث مدیریت کسب و کار. اما جالب این که آموزه‌های این کتاب انقدر شاید بتونیم بگیم جامع الاطرافن و انقدر کامل هستن که شما میتونید در زندگی روزمره‌تون هم ازش استفاده بکنید. جایی که میخواید با دیگران ارتباط برقرار کنید، در محل کارتون، وقتی میخواید یک کسب و کار جدیدی رو راه اندازی بکنید و حالا بیشتر با کاربرد
آموزه های این کتاب آشنا میشیم که کجاها به دردتون میخوره. فقط اینو بهتون بگم که اگر این کتاب رو درست یاد بگیرید تا آخرین لحظه عمرتون میتونید از این کتاب و آموزه های اون استفاده بکنید. من بیشتر از این شما رو منتظر نمیذارم برای معرفی این کتاب. فقط ازتون خواهش میکنم که اگر تا الان این کانال رو سابسکرایب نکردید حتما لطف بکنید سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله هم بزنید، لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید. ضمناً در تلگرام و اینستاگرام هم میتونید زی پادکست رو فالو بکنید. من امروز میخوام کتاب هنر رزم اثر سونسو رو یا سونسجو رو به شما معرفی بکنم. کتابی که حدوداً 2500 سال پیش نوشته شده و همونطور که گفتم اصلاً برای رزم و جنگیدن تهیه شده، اما امروز متوجه شدن که کاربردهای خیلی زیادی داره. نسخه‌ای که من اینجا دارم چاپ 16 این کتاب هست از انتشارات قطره با ترجمه نادر سعیدی. این کتاب 13 فصل داره. اگرچه کتاب کوچیکیه اما موضوعاتش جای بحث خیلی زیادی رو داره. به همین خاطر من تصمیم گرفتم که در هر اپیزود یک بخش رو برای شما مرور بکنم و کمی هم در موردش صحبت بکنم، چون به این خاطر که ممکنه خواننده فکر بکنه که خب تمام این موضوعات جنگی هستن و واژگانی که استفاده شده فقط در میدان نبرد کاربرد داره. به همین خاطر که لازمه ما توضیحاتی رو در مورد بعضی از واژگان بدیم. البته توضیحاتی که من در اینجا ارائه میکنم با توجه به نقدهایی که روی این کتاب گذاشته شده و تفسیرهایی که در دانشکده‌های معتبر برای این کتاب تهیه شده. خیلی منتظرتون نمیذارم و به خاطر اینکه بحثم خیلی طولانی نکنم میرم سراغ کتاب. در ابتدا یک نگاهی میکنم به پیشگفتار مترجم که میشه گفت چکیده این کتابه. در اینجا مترجم به ما یادآور میشه که چرا ما باید این کتاب رو آموزش ببینیم و چرا این کتاب به درد ما میخوره. موضوعی که سونسو هم در بخش از این کتاب به اون اشاره میکنه اینی که ما جنگیدن رو باید یاد بگیریم برای اینکه صلح بکنیم، یا بنا به گفته خود سونسو هدف غایی هر جنگی صلحه. به همین خاطره که اگر ما هنر جنگیدن رو بلد باشیم، حالا منظور از ما دو طرف جنگ یا مذاکره یا دو طرف موضوعی هست که افراد سرش مناقشه دارن، هیچ وقت با هم به تقابل نمیرسیم و سعی میکنیم که از همون ابتدا در کمال صلح و آرامش مشکلمون رو حل بکنیم. انگلیسی زبون ها در این زمینه یک ضرب المثلی رو دارن، یا میشه گفت یک جمله قصاری رو دارن که اینطور میگه Let's agree not to disagree. بیا بر سر اون چیزی که با هم توافق نداریم توافق بکنیم. ممکنه اون مسئله‌ای که شما قراره سرش توافق بکنید ممکنه در استانداردهای شما نباشه یا هیچ سنخیتی با نوع تفکر و یا زندگی شما نداشته باشه،
اما دلیلم نمیشه که هر چیزی که در استانداردهای ما نیست و باب میل ما نیست ما سرش بجنگیم با دیگران. طبیعتا ما میتونیم قبولش بکنیم، حتی بهش احترام بذاریم، اما لزومی نداره که اونو در زندگیمون استفاده بکنیم و خودمون میتونیم راه خودمون رو بریم. ما از صبح که بلند میشیم تا شب درگیر جنگیدن هستیم. حالا منظورم از جنگیدن اون تقابله، با خانواده، با پدر و مادر و فرزندان، در محل کار با ارباب رجوع، با کارمندان و زیردستان، با مافوقامون، با رئیسمون، با طلبکار و بدهکار، با اون کسی که طماعه و میدونی که چشم دوخته که مال تو از دست در بیاره. و حالا در جای اجتماع، در هر جایی که ما حضور پیدا میکنیم، به هر حال آدم‌هایی هستن که هیچ شباهت فکری یا سنخیت فکری با ما ندارن و یک مقداری که باشون هم نشینی میکنیم ممکنه که اصلا یک جنگی بینمون در بگیره، یک تقابلی بینمون به وجود بیاد. در نتیجه ما باید مهارتی رو داشته باشیم که بتونیم با همه سازش بکنیم، ضمن این که به حق و حقوق خودمون هم برسیم و حقی از ما پایمال نشه. خیلی جاها ما فکر میکنیم که این مهارت رو داریم. من یک مثالی رو میخوام بزنم که خیلی زیاد باش روبرو میشیم و اینو از اون بابت میخوام بگم که اون آدم‌هایی که این کار رو انجام میدن فکر میکنن که مهارت خیلی زیادی رو دارند و در واقع اینطور نیست. اما این مشتبه شدن مسئله که ما فکر میکنیم که همه چیز رو میدونیم، مخصوصا اگر که در یک رشته به یک مدرک بالای علمی دست پیدا کرده باشیم، مثلا PhD گرفته باشیم یا دکترای یک رشته رو داشته باشیم یا فوق لیسانس داشته باشیم، فکر میکنیم خب ما که دیگه تحصیلات عالیه داریم و لزومی نداره مهارت دیگه رو یاد بگیریم. اما موضوعی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم دقیقاً برعکس این نوع تفکره. یعنی ما میگیم خب اگر ما در یک رشته تخصص داریم حتما لازم مهارت‌هایی رو به دست بیاریم که برای اینکه در اون رشته بتونیم کار بکنیم یا در هر رشته دیگه‌ای بخوایم کار بکنیم و اصلا زندگی بکنیم، لازمه که از اون مهارت‌ها استفاده بکنیم، نه مهارت تخصصی که داریم. حالا مثالی که می‌خواستم بزنم چی بود؟ آدمایی که بد رانندگی میکنن، با سرعت رانندگی میکنن، لایه میکشن، چه میدونم پشت چراغ قرمز وای نمیسن، مراعات راننده ها یا آبرین پیاده رو ندارن و خیلی جالبه وقتی باشون صحبت میکنیم فکر میکنن که خیلی راننده های خوبی هستن، خیلی راننده های حرفه‌ای هستن. دیدید مثلا در یک جاده‌ای که ترافیک زیادی داره و همه ماشینا پشت سر هم وایسادن، یهو چند تا ماشین میاد شونه خاکی جاده با سرعت رد میشن و فکر میکنن که هم خیلی زرنگن هم راننده های چیره دستی هستن، در صورتی که میتونیم بگیم اینا بدترین نوع راننده ها هستن یا اصلا دانشی در مورد رانندگی حرفه‌ای ندارن. چون اگه راننده خوبی بودن سعی میکردن که امنیت خودشون، سرنشینان اون ماشین و راننده های دیگر رو رعایت بکنن و این همه ما شاهد حوادث رانندگی نباشیم. جنگیدن هم جزو همین هنر هاست. ما فکر میکنیم، همونطور که گفتم، ما فکر میکنیم که جنگیدن یعنی کار با اسلحه و مهمات نظامی، در صورتی که جنگ و هنر رزم اونطور که سونسو میگه یک پله قبل‌تر از تقابل و رویارویی. و خیلی جالب این که اون تفکری که ما از جنگیدن داریم تفکر یک سرباز و تفکری که اجتماع یا سیاستمدارها
به ما حکم کردن یا خواستن که ما این تفکر رو داشته باشیم. یعنی ما فکر میکنیم که برای جنگیدن ما باید بریم در خط مقدم جنگ و با از جان گذشتگی و حالا داشتن یک سری مهارت‌های نظامی بتونیم از داشته هامون دفاع بکنیم. سون تزو به ما یاد میده که ما چطور مثل یک ژنرال فکر بکنیم و عمل بکنیم. هیچ وقت ژنرال ها تا اونجایی که بشه البته در خط نبرد، در خط مقدم جنگ قرار نمیگیرن، چون اونا باید فرماندهی بکنن ارتش رو. همیشه در جای امن با ریختن برنامه و نقشه سپاه رو رهبری میکنن تا بتونن به اون چیزی که میخوان برسن. در نتیجه ما باید یاد بگیریم چطور ژنرال زندگی خودمون باشیم. اون چیزی که در بخش 1 کتاب سون تزو به اون اشاره میکنه و من در اینجا میخوام که مستقیم از روی کتاب یک صفحه رو برای شما بخونم و در موردش با هم صحبت بکنیم. خب سون تزو در بخش 1 کتاب که با عنوان پیریزی نقشه هاست اینطور میگه: سونجو گفت هنر رزم برای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. مسئله زندگی و مرگ است. راهی است به سوی ایمنی یا نابودی، پس در هیچ شرایطی نباید آن را نادیده گرفت. 5 عامل ثابت بر هنر رزم حاکم است که تمامی آنها را باید همیشه مد نظر داشت. این عوامل عبارتند از قانون اخلاق، آسمان، زمین، فرمانده، روش و انضباط. قانون اخلاق مردم را در هماهنگی کامل با رهبر قرار می‌دهد، به گونه‌ای که از جان گذشته و بدون ترس از خطرات از او پیروی می‌کنند. آسمان به معنای شب و روز، سرما و گرما، زمان و فصل است. زمین شامل فاصله های دور و نزدیک، خطر و امنیت، زمین باز یا گذرگاه های تنگ و احتمالات مرگ و زندگی است. فرمانده بیانگر فضایل خردورزی، صمیمیت، خیرخواهی، شجاعت و قاطعیت است. روش و انضباط یعنی سرداری سپاه در تقسیم بندی های مناسب، رتبه بندی سازمانی درجات در میان افسران، نگهداری و مرمت راه‌هایی که آذوقه و مهمات از طریق آنها به سپاه میرسد و نظارت بر هزینه‌های نظامی. اینها 5 عاملی هستند که هر سردار باید آنها را بشناسد. آن کس که آنها را بداند پیروز خواهد شد. آن کس که نداند شکست خواهد خورد. پس به هنگام بررسی اوضاع نظامی خود و دشمن مقایسه کنید و تصمیم بگیرید کدام حاکم از قانون اخلاق بهره‌مند است. کدام سردار بیشترین توانایی را دارد. برتری از نظر زمین و آسمان با کدام طرف است. انضباط در کدام طرف با بیشترین قاطعیت اعمال می شود. کدام ارتش قدرتمندتر است. در کدام طرف افسران و مردان بیشتر تعلیم یافتند. در کدام سپاه این یقین بیشتر وجود دارد که لیاقت به تناسب پاداش می‌گیرد و سوء عمل به گونه‌ای سزاوار تنبیه می شود. با این 7 پاسخ می توانم پیروزی یا شکست را پیش بینی کنم. خب من بیشتر از 1 صفحه رو براتون خوندم، البته یک ورق رو براتون مرور کردم. 5 عامل رو همونطور که گفتیم سونجو یا سون تزو بهش اشاره میکنه که در وهله اول وقتی نگاه میکنیم فکر میکنیم که اینا متعلق به میدان نبرد، اما لازمه که در موردش یه مقداری با هم دیگه صحبت بکنیم. خب قانون اخلاق که اولین موضوعی که در اینجا بهش اشاره میشه و
شاید میتونیم بگیم که اساسی ترین فرهنگ ما برای زندگی اجتماعی همین بحث اخلاق. اگرچه در اینجا اخلاق رو نویسنده کتاب هماهنگی کامل با رهبر قرار میده، ولی اگر ما رهبر رو از بعد انسانیش خارج بکنیم، از اینکه یک نفر باشه که ما ازش تبعیت میکنیم و بیایم قوانین و اخلاقیاتی بدونیم که ما باید به اون وفادار باشیم، چه در زندگی چه در کسب و کار، اینجا دیگه تبعیت از یک فرد نیست، اینجا تبعیت از امر صواب و درسته. اینکه ما چطور به هنجارها احترام بذاریم، چطور ما به اخلاقیات احترام بذاریم، اینکه ما واقعا در زندگی و در کسب و کارمون بر این باور باشیم که حق کسی رو نباید پایمال بکنیم، حق یتیم باشه، حق کودک باشه، حق آدم ضعیف باشه، هر کسی فرقی نمیکنه. این که ما بدونیم از پشت به کسی ضربه نزنیم، خیانت نکنیم، دروغ نگیم. پس این اصول میتونن رهبر باشن برای ما و ما به اینها پایدار باشیم، پایبند باشیم، به این قوانین احترام بذاریم. پس این میشه قانون اخلاق و ما این شرط رو بپذیریم که همه جوره از اون پیروی بکنیم. فرقی برامون نمیکنه که یک متاسفانه فرهنگ غلطی که در جامعه ما به خاطر آموزه های اشتباه جا افتاده، شاید صدها ساله و مال امروز و دیروز نیست، به نام دروغ مصلحتی. مگر میشه دروغی مصلحت باشه؟ مگر میشه که ما آخه مصلحت هم باز تعریف داره. یه دفعه شما بله میخواید جون یک نفر رو نجات بدید، یه دفعه میخواید شما از یک آتیشی جلوگیری بکنید، میخواید صلحی بین دو نفر برقرار بکنید که البته اونم اما و اگرهای خیلی زیادی رو داره. ولی در این که شما هر جایی برای مصلحت دروغی رو بگید و در این چند سال اخیرم ما خیلی شاهدش هستیم که شدت گرفته، حتی در امر سیاسی که حالا من واردش نمیشم، برای حفظ یک سری از چه میدونم مسائل، برای حفظ یک سری از ارزش‌ها که حالا باز این ارزش‌ها هم جای بحث داره که اینا رو کی گذاشته، کی به عنوان ارزش معرفی کرده، اصلا ضد ارزشه چیه. خیلی مواقع ما نگاه میکنیم که ضد ارزشه از ارزشه ارزشمندتره. خیلی پیچیده شد جمله. اما ما یادمون باشه که دروغ در ذات خودش اشتباهه، هر طریقی که باشه، هر نوعی که باشه. وقتی ما اینا رو بدونیم و سرلوحه کارمون قرار بدیم، پس خود این قوانین و ضوابط میشن رهبر. خیلی مواقع عقلمون رهبرمونه، یعنی البته که باید عقل کار آزموده و آب دیده‌ای باشه که ما ازش تبعیت و رهبری میکنیم. موضوع بعدی آسمانه، به معنای شب و روز، سرما، گرما، زمان و فصل. باز اینجا ما آسمان را میتونیم شرایط ببینیم. اینکه خیلی مواقع شما تلاشی تا میکنید، خیلی مواقع شما آماده ای تا با یک موضوعی رو در رو بشی، ولی شرایط مهیا نیست. حالا تو میدون نبرد میشه شرایط جوی، در زندگی میشه شرایط مثلا اقتصادی، شرایط سیاسی اجتماعی، شرایط فرهنگی. خیلی مواقع شما میخواید یک کسب و کاری رو راه بندازید ولی اصلا اون کار با
شرایط فرهنگی اون روز کشور سازگاری نداره، یا شرایط اقتصادی به هم ریخته است، یا شما تو زندگی خودتون شرایط خانوادگی به شما اجازه نمیده یک سری از کارها رو انجام بدید. اینجا سونسو از واژه آسمان استفاده میکنه. موضوع بعدی موضوع زمینه که شامل فاصله های دور و نزدیک، خطر و امنیت، زمین یا گذرگاه های تنگی. باز اینجا هم مثل آسمان به شرایط داره اشاره میکنه. آیا شرایط همواره برای شما؟ آیا زمینی که شما میخواید روش بازی بکنید زمین سفت و محکمی هست؟ آیا جایی که شما میخواید روش سرمایه گذاری بکنید اونجا جای امنی هست؟ مثلا بیایم بورس رو در نظر بگیریم در کسب و کار. آیا شما بازار بورس زمین خوبی برای سرمایه گذاری و بازی شما هست؟ مثلا شما میخواید برید با یک خانواده‌ای پیوندی برقرار بکنید، میخواید ازدواج بکنید. آیا شرایط اون خانواده با شرایط شما سازگاره از نظر فرهنگی؟ ببینید همه طور میتونیم تفسیرش بکنیم، ولی مسئله اینه که ما حواسمون باشه که فقط مهم نیست که ما چقدر آماده باشیم، مهم اینه که شرایط خوبی باشه برای ادامه دادن. و یک رهبر خوب، یک فرمانده عالی رتبه همیشه باید همه مسائل رو در نظر بگیره وقتی میخواد یک نقشه رو پیاده بکنه، وقتی میخواد یک برنامه رو جلو ببره، حتما باید نگاهش به شرایط باشه. پس اول اخلاق، اول ضوابط و قوانین و بعد شرایط. موضوع بعدی فرمانده. در اینجا سونسو منظورش از فرمانده رو برای ما اینطور بیان میکنه: فضایل خردورزی، صمیمیت، خیرخواهی، شجاعت و قاطعیت. اینها فرمانده شما هستند. شما چقدر قاطعیت داشته باشید، شجاعت داشته باشید، صمیمیت و خیرخواهی داشته باشید. فقط به این نگاه نکنید که شما به هدفتون برسید، حالا آدمای دیگه زیر پای شما حقوقشون پایمال بشه، نابود بشن. به هر قیمتی که شده باید به هدفتون برسید، بدونی که به آدمهای دور و برتون توجه نکنید. در زندگیتون هست، در پرورش فرزندی موضوع رو داریم، در کسب و کار هست. پس فرمانده باید یک سری خصلت‌ها داشته باشه. پس برای اینکه شما فرمانده زندگیتون باشید، رهبر زندگیتون باشید، باید این فضایل رو هم داشته باشید تا بعد همسرتون بتونه اتکا بکنه. نقطه امنی و سایه امنی برای فرزندانتون باشید، برای پدر و مادرتون باشید. فرمانده زندگی و فامیل خودتون باشید. در کسب و کارم همینطور. کارمنداتون و زیر دستاتون بهتون اتکا بکنن. وقتی شما هستید در شرکت حضور دارید، یک سایه امنی روی اون شرکت باشه. و موضوع آخر روش و انضباط. اینی که شما به برنامه‌ای که می‌ریزید منضبط باشید، پایبند باشید. فرقی نمی‌کنه که شما آوتسورس کار می‌کنید، بیرون از شرکت کار می‌کنید، در منزلتون کار می‌کنید یا در محیط شرکت. به عنوان یک خانم خانه‌دار یک برنامه‌ای رو دارید که باید خونه رو به بهترین شکل اداره بکنید. پس مهم نیست که کجا باشید، مهم اینه که انضباط کاری داشته باشید. مهم اینه که بدونید دقیقاً قراره چه کاری انجام بدید، باری به هر جهت نباشه. ما این موضوع رو خیلی خیلی در زندگی روزمره‌مون می‌بینیم. با آدم‌هایی روبرو میشیم که همیشه دم از این میزنن که بخت باهاشون یار نیست، شانس ندارن. ولی وقتی که نگاه میکنیم به زندگیشون، میبینیم که
برنامه‌ای نداشتن، روشی نداشتن. ممکنه تلاش کرده باشن ولی واقعا تلاششون پیوسته و بر اساس یک نظم نبوده، بر اساس یک برنامه نبوده، باری به هر جهت بوده. شما نمیتونید یک کاری رو انجام بدید بدون برنامه. شما نمیتونید زندگی بکنید بدون برنامه. شما صبح که از خواب میخواید بلند شید، شب قبلش باید برنامه‌ریزی کرده باشید که وقتی بلند شدید فردا میخواید چه کاری رو انجام بدید. از لحظه‌ای که میخواید مسواک بزنید تا شب که دوباره میخواید بخوابید باید کاراتون برنامه داشته باشه. میتونیم یه مقدار خلاصی رو در نظر بگیریم اون وسطه، میتونیم خیلی هم عصا قورت داده زندگی نکنیم، میتونیم یه لحظاتی رو بذاریم برای فانمون، ولی قرار نیست تمام زندگیمون، تمام عمرمون فان باشه. قرار نیست بدون برنامه بریم جلو. من این صحبت رو مخصوصا میکنم برای بچه‌هایی که تازه دبیرستان رو دارن تموم میکنن، میخوان وارد دانشگاه بشن یا دانشگاه رو تموم کردن میخوان وارد بازار کسب و کار بشن، میخوان یک کاری رو خودشون شروع بکنن. ممکنه شما هیچ وقت جذب هیچ اداره‌ای نشید، ممکنه خودتون بخواید یک کسب و کاری رو راه بندازید، ولی باید انضباط کاری داشته باشید. باید وقتی پشت میز کارتون، تو اتاق کارتون میشینید، دقیقاً اون حس رو داشته باشید که انگار تو شرکت هستید، همونقدر منضبط، همونقدر پایبند به اصول و قوانین کاری. این که من یه جایی رفتم و آزمون استخدامی دادم، این که من چندین جا تلاش کردم که یه کاری گیرم بیاد نیومده، یکی دو جا سرمایه گذاری کردم نشده و حالا شکست خوردم چون شانس با من یار نبود، نه. ناکامی برای همه ما هست، شکست برای همه ما هست. مسئله این که شما چقدر پایبند هدفتون باشید. اصلا شما هدف دارید؟ آیا شما تا حالا برنامه‌ریزی کردید به این منظور که بدونید دقیقاً میخواید به کجا برسید؟ من میخوام اینجا یه مقدار صحبت از شانس بکنم، چون این واژه‌ای هست که خیلی خیلی در جامعه ما رواج داره. اینکه شانس با ما یار نیست، یا فلانی شانس باهاش یار بود، بخت و اقبال باهاش یار بود. من همیشه این مثال رو میزنم. فکر کن شما میخواید به یک سفری برید، مقصد رو مشخص کردید، بار و بنه سفر رو بستید، مسیر رو مشخص کردید، تجهیزات اون سفر رو آماده دارید، لباس مناسب، کفش مناسب پوشیدید و حالا میاد لب جاده منتظر وای میسی تا یک ماشینی برسه. اینکه حالا چه ماشینی از راه میرسه میتونیم بگیم شانستونه، نه اینکه رسیدن ماشین شانستون باشه. اینکه حالا اون ماشین چه کیفیتی داره، اینکه اون ماشین خوبیه یا ماشین بدیه، اینکه زود بیاد یا دیر بیاد. تازه تا این حدش هم من به شانس اعتقاد ندارم، چون باز شما اگه تا این حد برنامه‌ریزی کرده باشید که کی و کجا سفرتون رو شروع بکنید، با چه تجهیزاتی و قرار چند روز اونجا بمونید یا حالا برای همیشه شاید دارید سفر میکنید، خب مشخصا ماشینتون هم انتخاب کردید، بلیط هم گرفتید، پس اصلا جایی برای شانس نیست. حالا شاید مثلا اون که همسفر خوبی داشته باشید و بذارین پای شانس. ولی اگر حالا یه پله عقب‌تر رو بهش نگاه بکنیم، من میگم که اصلا اون ماشینه بهش شانس شما میشه. ولی شما نمیتونید برید وسط بیابون وایسید، جایی که اصلا هیچ جاده‌ای بهش ختم نمیشه، چه میدونم سالی یه بارم یه ماشینی ازش رد نمیشه، هیچ برنامه‌ریزی هم نداشته باشید، بگید حالا هر جا که پیش آید خوش آید، هر جا که شد برم، بعد اونجا منتظر ماشین وایسید. اونجا اگر ماشین گیرتون بیاد، اصلا اونجا اگر جون سالم به در ببرید،
اون دیگه شانس نیست، معجزه است. یعنی شما بیشتر معجزه باید سراغتون می اومده نه شانس. چون خیلی مواقع میتونه اون ماشینه حتی یه سری راهزن باشن که اومده باشن جون و مالتون رو ازتون بگیرن. یعنی دیگه این که دیگه حالا هر ماشینی هم گیرتون اومد میتونه اصلا یک خطر باشه، یک فاجعه باشه تا شانس و اقبال. یا تو رینگ بوکس وقتی شما میخواید مبارزه بکنید با یک حریفی که بیاین فکر بکنیم کلی باشه، چون ما انقدر شرایط زندگیمون مخصوصا در این چند سال در ایران سخت شده که میتونیم بگیم که اگر بخوام شباهتی بگیریم بین زندگی و رینگ بوکس، نوعی که ما داریم مبارزه میکنیم انگار داریم با کلی مبارزه میکنیم تو رینگ بوکس. شما نمیتونید بدون برنامه و با اتکای به شانس و اقبال تو اون رینگ قرار بگیرید. طبیعتا باید آماده باشید، طبیعتا باید برنامه داشته باشید، باید نقاط ضعف حریفتون رو بشناسید، باید بدونید از کجا باید بهش ضربه بزنید. در غیر این صورت همون لحظه اول ناکاوت میشید. حالا اینجا اگر شانس باهاتون همین راه باشه، مثلا ممکنه راند اولم قصر در برید، چه میدونم جا خالی بدید، حالا با اون تکنیک هایی که توی بوکس وجود داره. در نتیجه تو همین فصل اول، حالا من نمیخوام خیلی هم موضوع طولانی بکنم و این بحث رو کشدارش بکنم که حوصلتونم سر نره، سونجو به ما یاد میده که ما برای زندگی کردن نه مثل یک سرباز، باید مثل یک ژنرال برنامه ریزی بکنیم و فکر بکنیم. زندگی احتیاج نداره که شما فنون مبارزه رو یاد بگیرید، دفاع شخصی یاد بگیرید. دونستن اینا هیچ ایرادی نداره، خیلی هم خوبه، خیلی هم میتونه کارآمد باشه، ولی شما باید بلد باشید برای زندگیتون برنامه ریزی داشته باشید. اینکه چطور برنامه ریزی بکنید خودش مهارته. اینکه چطور برنامه ریزیتون استراتژیک باشه خودش یک مهارت بیشتره. اینکه اصلا چطور فکر بکنید بیس قضیه است، اساس قضیه است. شما باید یاد بگیرید چطور فکر بکنید. همونطور که گفتم مهم نیست شما چه تخصصی دارید، مهم نیست چند سال درس خوندید، مهم اینه که شما بتونید از آن چیزی که آموختید در طول سالیان استفاده بکنید. برای به کار بردن تخصص و دانشتون، برای بهره برداری از اون، باید بدونید که چطور از اون مهارت استفاده بکنید. یک پله عقب‌تر چطور از داشته هاتون استفاده بکنید. همونطور که باز سونجو در این فصل از کتاب به ما یادآور میشه، زمین بازی، هوای بازی، استفاده از قوانین، پیروی از اصول اخلاق و پیروی از عقلتون شروط اصلی برای داشتن یک زندگی خوبه. برای اینکه شما قبل از اینکه وارد جنگ بشید با دیگران به توافق برسید. اینکه یاد بگیرید چطور یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشید. لزومی برای مبارزه نیست، لزومی برای جنگیدن نیست، برای اینکه این همه انرژیتون رو صرف کنید، این همه با زندگی کلنجار برید. زندگی به شکل امروزینش بسیار سخته، شرایط ما بسیار شرایط سختیه. پس باید یاد بگیریم چطور مثل یک ژنرال عالی رتبه ارتش فکر بکنیم، نه مثل یک سرباز. من فکر میکنم که تا اینجا کافیه. در اپیزودهای بعدی، در مرور فصلهای بعدی این کتاب بسیار ارزشمند،
موضوعات بیشتری رو با هم صحبت میکنیم. امیدوارم بتونم کمکتون کرده باشم. هنوز ابتدای ساله، هنوز در آخرین روزهای فروردین به سر میبریم و هنوز 11 ماه دیگه جلوی رومون هست برای اینکه برنامه‌ریزی بکنیم. امیدوارم اگر تا حالا برنامه‌ریزی نکردید سریعا شروع بکنید. اگر میتونم کمکتون بکنم با گذاشتن کامنت، با تماس گرفتن با من که راه‌های ارتباطی تو بایو هست، خوشحال میشم بتونم کمکتون بکنم. خواهش میکنم که زی پادکست رو فالو بکنید، سابسکرایب بکنید و مطمئنا حمایت شما میتونه به من این ذوق و شوق بده که محتواهای بهتر و مفیدتری رو برای شما به جا بذارم. سهیل قدیری هستم، اینجا زی پادکست.